سلام علیکم، چطورین؟ خوش اومدین به یه ویدیو دیگه با من دیگه الان بلند شدم، گفتم بذار یه ویدیو بگیرم و داخل این ویدیو او مای گاد چی افتاد؟ اشکال نداره اتفاق. و گفتم که داخل این ویدیو در مورد یه مسئله خیلی مهم حرف بزنم که اونم کنکوره. از اونجایی که ویدیو قبلی اگه دیده باشین میدونین که من الان دیگه پای یازدهم تموم کردم و امسال دیگه کنکوریم و گفتم برنامه‌ای که دارم و با شما به اشتراک بذارم و بهتون بگم مثلا چه برنامه‌ای دارم برای کنکور که با اون لباسای پشت زیاد دقت نکنم، خیلی بهم ریخته است. که گفتم مثلا برنامه بگم و شما اگه کنکوری باشید یا کنکور داده باشید و رتبه خیلی خوبی مثلا آورده بودین، شما برنامه هاتون یا پلنتون رو به من بگین، مثلا چه کاری انجام دادین، چند ساعت درس خوندین، از کی شروع کردین، چه مثلا مؤسسه های رفتین برای کنکور و اینجور چیزا. اول از همه من با این برنامه‌ای که هنوز برنامه خیلی کامل و خاصی نریختم که بگم نه مثلا من این برنامه رو ریختم و 100% همینه، ولی برنامه‌ای که تا الان برای خودم مثلا ریختم و گفتم مثلا این برنامه انجام بدم خیلی خوبه و رتبه خوبی میارم. از شهریور میخوام استارت درس خوندن رو بزنم. بعد من برای کتاب ثبت نام کردم، ولی از اونجا که کتابا رو فکر کنم هفته اول یا دوم مدرسه میدن، من اگه بخوام از شهریور شروع کنم 10 11 میخوام شروع کنم و 12 رو دیگه وقتی کتابم بدن شروع میکنم. و مؤسسه‌ای که من میخوام برم من برای هیچ کتابی نیاز ندارم که برم مثلا معلم خصوصی بگیرم یا کلا برم کلاس، چون مثلا انسانی بیشترش دیگه چیزه حفظ کردنی و فقط یه ریاضی و عربیش معلم میخواد که من ریاضی رو میرم از داخل یوتیوب یاد میگیرم یا که تهش فقط برای یه ریاضی میرم سر کلاس، ولی عربی رو حتما یک معلم خصوصی میگیرم یا مثلا میرم کلاس عمومی حتما برای عربی، چون عربی من یک کمی ضعیف نیست، از نظر گرامری مشکل دارم و حداقل برای رشته من عربی درصد هر چی بیشتر بزنی خیلی خیلی رتبه تاثیر گذاره. با اینکه رشته‌ای که من میخوام انتخاب کنم اصلا هیچ ربطی به عربی نداره، ولی حداقل من فارسی رو مثلا اگه 60 بزنم عربی هم حداقل 60 میخوام، کمی کمش دیگه 60 میخوام، چون خیلی رو رتبه آوردنت موثره و بیشتر از اون ریاضیه که من ریاضی با رشته‌ای که میخوام انتخاب کنم خیلی ربط داره و خیلی به من میگم تو که رشته انسانیه چرا میخوای ریاضی رو بالا بزنی، ولی من حداقل ریاضی رو 40 تایش دیگه 40 ها 40 تا 60 میخوام بزنم، ولی همون 40 50 رو بزنم. ریاضی هم خیلی مؤثر رو رتبه آوردن انسانی ها، چون بیشتری یا ریاضی خالی میذارن یا اگه بزنن مثلا خیلی اشتباه در میاد یا کلا رتبهشون رو منفی میکنه، درصدشون رو منفی میکنه ریاضی. ولی من رشته‌ای که میخوام انتخاب کنم مدیریت مالی یا مدیریت امور مالی بانکه که ریاضی اقتصاد توش مهمه، ولی با عربی بانک مهم نیست، ولی به حتما عربی بخوام. من خودم میگفتم مثلا عربی رو ول کن، با مثلا عربی چه کنم در 11 تو بخون 20% بزن تموم بشه، ولی خیلی ها بهم میگن این کار اشتباه رو نکن، چون عربی خیلی مهمه داخل رتبه آوردن و اگه عربی رو کم بزنی رتبت خب میاد پایین‌تر. شاید مثلا بگیم پس برای ادبیات چی؟ من برای ادبیات نمیخوام برم کلاس خاصی، چون من یه دونه کتاب خیلی کامل خوب برای همه آرایه‌هاش خریدم، چون داخل ادبیات یا اون فارسی آرایه خیلی مهمه و حالا من نمیدونم زیاد چک نکردم که ببینم چند تا سوال فارسی میاد، ولی خیلی کمش مثلا حفظ کردنی یا مثلا در مورد شاعر، مثلا شاعر این شعر چیه، شاعر این کتاب چیه، یا لغات حفظ کردنی و معنی بیت خیلی به نسبت کمتره و یکی از چیز مهمش همون آرای هاست، مثل تضمین، خیلی از آرای های دیگه و مثلا حسن تعلیل، اینجور چیزا که من یک کتاب دارم که همتون داشته باشین. سبزابی من اسمش یادم رفتن، چک می‌کنم ببینم کدوم بهتون نشون میدم و حتما بهتون بیشتر میگم که بخرینش. من سال دهم حافظم پر شد. حافظم پر شد و دوربین قطع شد و برای فارسی یک کتاب خریدم، زیاد مشکل نیست. بقیه درسام که کلا حفظی و بعد بشم خیلی خوب، مثل درس تاریخ خیلی خوب باید حفظ کنم. و یک درسای دیگه هم که مثلا بعضی می‌بینیم براش معلم میگن علوم فنونه، مثلا کسایی که دهم 11 زیاد خوب نیست، ولی من چون دهم 11 خیلی خوب یاد گرفتم
با اینکه امسال اصلا اون خونی برای امتحان خوب ندادم و به خاطر این بود، کلا مشکل من بود، مشکل خیلی از انسانی بود، به خاطر اینکه کلا 5 صفحه بود و 90 دقیقه زمان داشت و همه سوالای تحلیلی تحلیل نبود کلا، و حل آره دیگه همش تحلیل دیگه، همش به حل می‌کردی و خیلی 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 زمان گیر بود. اما در کل اینو خواستم بگم که مثلا اگه شما رو تازه بالا شده داخل هر رشته‌ای چه پلنی داشتین، پلنتون حتما به من بگین داخل کامنت ها، چون من خیلی نیاز دارم و من امسال نمیخوام مشاور بگیرم. اگر خدایی نکرده سال بعدی پشت کنکور بودم حتما مشاور میگم، ولی امسال میخوام خودم مشاور خودم باشه، چون من اصلا دوست ندارم کسی بالا سرم باشه و بهم دستور بده. دیگه در کل بخوام یه خلاصه از برنامه من براتون بگم، چون من هنوز برنامه‌ریزی دقیق نکردم. من از شهریور میخوام اصرار رو برای کنکور بزنم، ولی فقط 2 ماه نمیخوام برای کنکور درس بخونم، یکی دی ماه، یکی خرداد ماه، که دی ماه و خرداد ماه هر دو تا بعد بشم برای امتحانات میان ترم و پایان ترم بخونم. حالا دی ماه بخاطر که میان ترم اوله و مثلا هیچ تاثیر رو کنکور نداره، ولی هم باز براش باید بخونم، ولی برای خرداد که دیگه باید خیلی فول براش بخونم و حتما رتبه خوب بگیرم. و من هر دو کنکور رو ثبت نام میکنم، ولی بیشتر سعیم اینه که کنکور اول قبول بشم و نیاز به کنکور دوم نداشته باشم، رتبه خوبی داخل کنکور اول بیارم. در کل دیگه اگر تجربه خاصی داخل کنکور داشتین حتما به من بگین و بگین قلمچی گزینه دو خوب، قلمچی یا گزینه دو خوبه، یا اگر شعبه دیگه هم شما رفتین حتما من بگین. تا ویدیو بعدی، خدافظ.